های ارجمند هواداران برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه، سلام میگویم به مادر قهرمان من، مادر قهرمانی من. موضوعی است که در برنامه ایدانه امروزه از رادیوی صدای دوشنبه میخواهیم مورد تحلیل و بررسی قرار بدهیم. دوستان عزیز، مادران سرچشمه حیات، سرآغاز هستی هستند و ما خوشحال و خوشبخت از آن هستیم که امروز از این آفریده نسل بشر از مادر سخن میگوییم. در برنامه امروزه جشنی ما نیز میخواهیم از این باب سخن بگوییم و مادر بزرگ است و هر نفر این را باز خوبتر درک میکند وقتی خودش مادر میشود. و معلمه گرامی میخواهیم صحبت را از شما آغاز کنیم. بفرمایید. معلم. مادر بغیر از دیگر رسالت‌هایش و تحریک پیشوای ملت هم بارها تاکید میکنند و انسان را به دنیا میآورد، انسان به دنیا میآورد و مثل آن یک در زمینه همین یک چیز را میخوام تاکید کنم. گر تمام عمر گشتم واژه‌ای دیگر نبود، مهربان بسیار دیدم هیچ کس مادر نبود، حرمتی هر کس جدا بود، حرمتی مادر جدا، مادر من خالق روی زمین بعد از خداست. واقعا همین خیلی است. وقتی که مادر، طوری که خودتون گفتید، وقتی که زن مادر می شود، قانونی جوان مادر می شود، اون وقت بیشتر همین احساساتی که شاید در او بیشتر نبود پیدا می شود در او و همین مقدسات را خود درک می کند. مادر شخصی است که دیگر برای خود زندگی نمی کند، تنها برای فرزندان، تنها زندگی فرزندان. و امروز خوشبختانه ما مادران خوشبخت و بختیار زیاد داریم که آنها هم با تربیه فرزند مشغولند، هم فرزندان درست و قابل و برای جامعه امروزه مناسب را تربیه میکنند. افتخار میکنم که من زن تاجیک، مادر تاجیک هستم و در یک فضای آرام و آسوده زندگی میکنیم و یک پیشوای معظم ملتی هستند که از سخنشان سرشار از محبت مادر است و در هر یک پیام های خودشان حتی به خلق مراجعت میکنند. یک مراجعت پیشوای معظم ملت برای ما درس عبرت، برای مادران، برای نسل نورست، برای تربیه فرزند. و انا همین باعث سخنهای معلمه و سخنهای شما دلبرجان یک مخمس با نام زن از اشعار زلفی عطای مخمس من افشا کردم و در همین مخمس زن را در همه پهلوها افشا کردم، چون که ارزنده ترین، شخصیت ترین آفریده دنیا، آغاز سال ما، سرشار زندگی ما از مادر آغاز میشه. بفرمایید معلمه گرامی. جهان اندر بهای زن نباشد، به قدر خاک پای زن نباشد، دغل گفتن سزای زن نباشد، کجا مرد فدای زن نباشد، فدای یک ادای زن نباشد. بخواندم درس عالم را کم و بیش، به زن محتاج باشد شاه و درویش، دوا بخشد هم از زن بر دل خویش، به گنج و ثروت و دارایی خویش، گرفتار و گدای زن نباشد. نمی بود مهر گرمی چشم شهلا، نمی بود عشق شورانگیز لیلا، نمی بود خوبی عالم هویدا، کجا مرد توانایی خلیفا، مددجو از دعای زن نباشد. دل مردان شود بی زن پریشان، نپیمایند راه عمر آسان، ز خود هم می شوند بی زن گریزان، کجا مرد بزرگ دور و دوران، فتاده پیش پای زن نباشد. نیابد در جهان یک لحظه عزت، نبیند ذره گنج صداقت، بغرقد در میان رود علت، کجا مرده که می جوید محبت، روان و راهی زن نباشد. تمام درد عالم بی دوا بود، تمام ساز عالم بی صدا بود، به پیش راه صد دام بلا بود، ناپائیلان و اسکندر کجا بود، اگر ناز و ادای زن نباشد.
سپاس بهترین کلامتون سلامت باشید. میخوام معلمه گرامی نرگس رسول و به صحبت ما همراه شوم. شما چی نظر دارید دایر به فعالیت های برازنده زن تاجیک؟ امروز در تمام ساحات قریب زنان تاجیک رو میبینیم که در وظیفه‌های مسئول کار میکنن. زنان سرور کارخانه ها، زنان سروری دانشکده ها، زنان آموزگار تربیت نسل نورس، زنان در دختران ما در دانشگاه ها خیلی موفق تحصیل میکنن، در دانشگاه جمهوری هم در جمهوری پس شوروی و هم در خارج مملکت و تا اندازه موفق هم هستن. به خصوص در فکولته ژورنالیستیک بانوان زیادی کار میکنن که در پژوهش خیلی موفق هستن. از جمله پروفسوران مطلوبه میرزاییوه، مهره بانو میرزاییوه، مشرف خانم جوراییوه، در سنتان نرگس کوچروه، نصیبه کوچرزاده، نرگس عثمانوه و ما از این گونه بانوان افتخار میکنیم. فکر میکنم هم در کارهای راهبری زنها خیلی خیلی موفق هستم و من و از همین جاست که استاد سرسناله با کمال اطمینان و ممنونیت گفته باشم که خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن روزگار شد. یک نفر جوانی دوران صاحب استقلالی فرزند مادر تاجیک نوروز سعیدов از دانشکده صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان لایق شرعی برای مدارم بسیار خوب فرموده است. میگه که اثر پیستان تو سر میشه بر شوری همه، اثر دستان تو پیراهی دوری همه، از دلی تو سر شبه دریا دیدی قابل صورت شبه آب بگیری، چشم بیداری تو ما رو بخت بیدار رو برد، جون بشی گوهاره یاد از چرخ دوار رو برد، دامنی بخت است از دامان تو، دل بسامان است بسامان تو، سوزن تو از ستون قصر طلا قیمت است، روی نورانی تو از روی دنیا قیمت است، به تو خوشحال نماند در جهان، جای تو خالی است مادر در جهان. البته که انا همین بزرگی مادر است. شخصا ما که از مادر دور هستیم و در یک هفته یک مرتبه اگر باشه که به خانه پدری و مادری بریم، همین استقبال گرم و صمیمی مادر ما الهامی باشد و شعری که در یک جا در شعر خود معلمه گرامی فرزانابونو قید کرده است، یعنی که همین استقبال مادر با زندگی رفت رو برای ما آغاز میکنه. برای خدا میگه که سعادت چیست؟ چون بر خانه می‌آیی درت رو دست مادر باز خواهد کرد. همین در باز کردن زندگی رفته رو آغاز خواهد کرد. همین در باز کردن بازگشتی پرتجلای بهاران است. صدای او صدای سبز ایمان است. زی موسیقی جانبخش قدم‌های دل می‌ریزد ای مادر. چی موسیقی که قلب آسمان رو با نشاط صبح می‌آمیزد ای مادر. تو هستی، عشق یعنی هست. یعنی که بسیار خوب در اینجا قید کردن و مادر رو وصف کردن. البته که چون این ما مادر داریم و احساس میکنیم که در جهان از همه شخص نزدیک و از همه شخص مهربان‌تر برای هر یک شخص و هر یک نفر مادر است. امروز که مادر ما صحت سلامت بالای سر ما است و حالا که ما احساس میکنیم جای خالیگی ما کرد. برای اینقدر خدا نکند که مادر یک وقت نباشد و هم مادر است که ما زندگی زیبا داریم و امید آینده داریم.